Good day, everyone. Today I'll be talking about a very common and روز همه بخیر. misunderstood condition. امروز من در مورد یک حالت بسیار معمول و اغلب اوقات اشتباه درک شده صحبت خواهم کرد. سیاتیک. این فقط در مورد درد کمر نیست. این در مورد چیزی است که زمانی که این درد سفر میکنه، بعضی اوقات تا انگشتان پا شما چه اتفاق میافتد. پس بیایید آنچه را که اتفاق میافتد، چرا اتفاق میافتد و چه نشانه‌های هشدار دهنده‌ای را هرگز نباید نادیده بگیرید، تجزیه کنیم. قبل از اینکه ما خیلی عمیق شیرجه بزنیم، ما باید بدانیم سیاتیک چیست. ما همچنان در مورد ساختار ستون فقرات، نام‌های طبی لیبل شده دیسک و موقعیت‌های آن بحث خواهیم کرد. بر علاوه ما عوارض و خطرات احتمالی مرتبط با سیاتیک را بررسی خواهیم کرد، به شمول علائم معمول و نگرانی‌های جدی تر عصبی. در خاتمه ما 5 تمرین کشی مؤثر و آسان برای انجام دادن را ارائه خواهیم کرد که برای تسکین ناراحتی مرتبط با سیاتیک در مرحله اولیه طراحی شده است که می‌تواند در خانه یا در هر محیط تمرین شود. پس با ما باشید و ویدیو را تا آخر تماشا کنید. Sciatica refers to pain that radiates along the path of the sciatic nerve which branches. قبل از اینکه ما خیلی عمیق شیرجه بزنیم، ما باید بدانیم سیاتیک چیست. سیاتیک به دردی اشاره دارد که در امتداد مسیر عصب سیاتیک تابش می‌کند که از قسمت پایین کمر شما از طریق باسن و پایین هر پا منشأ میشه. این معمولاً فقط یک طرف بدن شما را متأثر می‌سازد. حالا این مهم است که توجه داشته باشیم، خود سیاتیک یک حالت نیست، بلکه یک علامت یک مشکل اساسی است. ساختار ستون فقرات. برای درک اینکه چرا درد عصب سیاتیک اتفاق می‌افتد، بیایید به ستون فقرات نگاه کنیم. ستون فقرات شما از مهره‌ها تشکیل شده است. استخوان‌هایی که روی یکدیگر چیده شده‌اند، با دیسک‌های بین مهره‌ای در بین آنها. این دیسک‌ها به عنوان جذب کننده‌های شوک عمل می‌کنند. هر دیسک بر اساس موقعیت آن لیبل شده است. که 1.7 ستون فقرات سرویکس گردن. به 1.12 ستون فقرات قفسه سینه وسط کمر. به 1.5 ستون فقرات کمری پایین کمر. به 1.5 ساکروم. کوکسیکس استخوان دم. دیسک های معمولاً متأثر شده در سیاتیک 4 و 5 یکند، قسمت پایین کمر و بالای ستون فقرات ساکرال که به کلمات ساده بخشی از پایین کمر یا بخشی وسطی کمر نامیده می شود. Sciatica causes back pain, shooting pain down the leg, numbness or tingling. سیاتیک سببی درد کمر می شود. درد تیراندازی به پایینی پا. بی‌حسی یا مور. ضعف عضلات. احساسات سوزش یا درد تیز. در بعضی غذایا درد می تواند تا انگشتانی پا برسد. What causes sciatica? When a disc herniates or degenerates, the inner gel-like material can press. چه چیزی سبب سیاتیک می شود؟ زمانی که یک دیسک فتق یا انحطاط می کند، مواد ژل مانند داخلی می تواند بالای اعصاب نخاعی فشار بیاورد. بعضی از فعالیت‌های فیزیکی که می تواند سبب یا بدتر شدن سیاتیک گردد عبارتند از بلند کردن سنگین با تکنیک نامناسب، مثلا خم شدن در کمر به عوض زانوها. حرکات پیچ خوردن تکراری، معمول در ورزش‌های مانند گلف یا تنیس. ورزش‌هایی با تأثیر بالا، مثلا دویدن روی سطوح سخت یا پریدن. نشستن یا رانندگی طولانی مدت، به ویژه بدون حمایت کمر. تمرینات شدید قسمت پایین کمر بدون گرم کردن یا کش مناسب. حالت ضعیف در جریان ورزش یا فعالیت روزانه. و در بعضی غذایا علل که در سیاتیک کمک می‌کند، ممکن شامل چاقی یا ترومای ستون فقرات، حالت ضعیف یا حتی پیری باشد. Potential risks of sciatica. Understanding the potential complications associated with sciatica, particularly when it is left untreated. خطرات احتمالی سیاتیک.
درک عوارض احتمالی مرتبط با سیاتیک، مخصوصاً زمانی که بدون درمان باقی بماند یا مزمن گردد، ضروری است. خطرات از نظر شدت از متوسط تا بالا متفاوت است و این اینفوگرافیک دسته‌های کلیدی نگرانی را بیان می‌کند. این شامل توضیحات، سطوح شدت و احتمال ظاهر شدن هر خطر در صورت عدم مدیریت است. ما با مکررترین مشکل که با آن روبرو می‌شویم شروع می‌کنیم، درد مزمن. این به درد دوامدار که از پا منتشر می‌شود اشاره می‌کند که می‌تواند به صورت قابل ملاحظه مانع فعالیت‌های روزمره گردد و کیفیت زندگی را به صورت چشمگیری کاهش دهد. سطح شدت بالا در نظر گرفته می‌شود و اگر درمان نشود، احتمال وقوع به عنوان بسیار احتمالی ارزیابی می‌شود. بعد ما به آسیب عصبی رسیدگی می‌کنیم. این زمانی اتفاق می‌افتد که فشار طولانی مدت روی عصب سیاتیک منجر به آسیب دائمی گردد که احتمالاً سبب بی‌حسی دوامدار یا ضعف عضلات می‌گردد. شدت همچنان به عنوان بالا طبقه بندی شده است که اگر به سرعت رسیدگی نشود، احتمالی انکشاف دارد. به دنبال آن اختلال تحرک است. این حالت ممکن منجر به کاهش فعالیت پا، ضعف عضلات یا مشکل در راه رفتن گردد، اغلب اوقات به علت اختلال عملکرد عصبی یا اجتناب فیزیکی مرتبط به درد. شدت آن از متوسط تا بالاست و احتمال ابتلا به این حالت در صورت عدم درمان ممکن در نظر گرفته می شود. نگرانی جدی دیگر اختلال عملکرد مثانه روده است. در سناریوهای شدید که شامل سندروم کاودا ایکوینا می‌گردد، افراد ممکن از دست دادن کنترل بالای وظایف مثانه یا روده را تجربه کنند. این ممکن به عنوان ناتوانی در درک نیاز به استفاده از حمام یا فقدان کامل کنترل ظاهر شود. این به عنوان یک حالت اضطراری طبیعی با یک سطح شدت بحرانی و یک احتمال نادر مگر جدی وقوع در نظر گرفته می شود. بعد ما اختلالات خواب را در نظر می گیریم. درد مرتبط به سیاتیک ممکن در جریان شب تشدید گردد که الگوهای خواب را مختل می سازد و منجر به خستگی، افزایش استرس و حتی کاهش صحت روانی گردد. شدت به عنوان متوسط طبقه بندی شده است که احتمال دارد افراد درمان نشده را متأثر سازد. موضوعات صحت روانی همچنان یک خطر احتمالی را نشان می دهد. درد مزمن سیاتیک می تواند در شرایط روانی مانند افسردگی، اضطراب و یک حس کاهش یافته سلامتی کمک کند که عمدتاً به علت کاهش فعالیت فیزیکی و استقلال است. شدت این مشکل خفیف تا متوسط در نظر گرفته میشه و احتمال اون اگر مدیریت نشود ممکن است. بالاخره ما به وابستگی به ادویه درد نگاه میکنیم. اتکای طولانی مدت به ادویه‌جات بدون نسخه یا نسخه میتواند منجر به تحمل، عوارض جانبی نامطلوب یا حتی اعتیاد گردد، مخصوصاً در موارد مزمن. این موضوع دارای سطح شدت متوسط و احتمال وقوع احتمالی است. با بررسی این خطرات احتمالی در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه نیز مهم است. دخیل شدن در تمرینات ساده و ملایم در خانه یا در هر فضای راحت میتونه در تسکین ناراحتی سیاتیک کمک کنه، مخصوصاً اگر علائم خفیف باشد یا شما قصد حفظ انعطاف پذیری و جلوگیری از شروع درد عصب سیاتیک رو داشته باشید. Sciatic discomfort, especially if symptoms are mild or you're aiming to maintain flexibility and prevent the onset of sciatic nerve pain. ورزش آسان مگر مصون و مفید؟ اینجا 5 کشش ساده برای تسکین سیاتیک وجود دارد. این حرکات سریع و روزانه برای کاهش درد عصبی است. حالا قبل از اینکه ما به تصاویر بپردازیم، من میخواهم شما توجه کنید که این کشش‌ها فقط برای مقاصد معلوماتی عمومی است و جایگزین توصیه تشخیص یا درمان مسلکی طبی نیست. قبل از شروع هر ورزش جدید همیشه با دکتر یا یک ارائه دهنده مراقبت‌های صحیح دارای جواز مشورت کنید، به ویژه اگر علائم شدید یا شرایط اساسی صحیح دارید. سازندگان این محتوا در قبال هیچ آسیب یا عوارض که ممکن از استفاده آن وجود بیاید مسئول نیستند. از این رو من حیث نخستین حرکت انعطاف پذیری شما می توانید با کش یک شروع کنید، زانو به سینه طوری که در تصویر نشان داده شده است. مراحل این است که به پشت دراز بکشید. یک زانو را به آرامی به سینه تان بکشید. برای از 20 تا 30 ثانیه نگه دارید. پاها را عوض کنید. این
این تمرین کشی کمک می‌کند تا فشار را روی ستون فقرات پایین رها کند. برای سادگی کار ما کشش شماره 2 را به عنوان کشش پیریفورمیس نامگذاری کردیم، بنابراین برای انجام این کار شما باید این مراحل را دنبال کنید. به پشت دراز بکشید. مچ پا راستتان را روی زانوی چپتان بگذرانید. پای چپ خود را به داخل بکشید تا یک کشش عمیق گلوت را احساس کنید. و البته این حرکت یک حرکت عالی برای کاهش تنش مرتبط به سیاتیک است. این دومین تمرین کشش از 5 تمرین بود. و تمرین سوم کشی پیچ خوردن نخاعی نشسته است. برای ساده سازی این کشش ما آن را به 2 مرحله آسان تقسیم می‌کنیم. راست بنشینید، یک پا را روی پای دیگر بگذارید. به آرامی به طرف پای بالا بپیچید. این کشش قسمت پایین کمر را باز می‌کند و فشار عصبی را کاهش می‌دهد. کشش 4، حالت گربه گاو. مراحل این است که یک حالت را طوری که در تصاویر نشان داده شده است ایجاد کنید. روی دستها و زانوها پشت خود را قوس دهید. گربه، بعد شکم خود را رها کنید و سر خود را بالا کنید. گاو. برای تحرک نخاعی 10 بار تکرار کنید. این قابل ذکر است که حالت گربه گاو یک کشش ملایم و روان است که به بهبود انعطاف پذیری ستون فقرات و کاهش تنش در قسمت پایین کمر کمک می‌کند و آن را مخصوصاً برای تسکین درد سیاتیک مفید می‌سازد. این شامل قوس دادن پشت گربه و بعد غوطه ور کردن آن گاو در حالی که روی دستها و زانوها است می‌گردد. این حرکت ستون فقرات را گرم می‌کند، عضلات سفت را شل می‌کند و حالت بهتر را تشویق می‌کند. نکته برای مفید ساختن این حالت این است که عمیقاً نفس بکشید. هنگامی که شما قوس می‌کنید نفس بکشید. گاو، زمانی که گرد می‌شوید. گربه، نفس بکشید و آهسته حرکت کنید تا بیشترین فایده را از هر حرکت به دست بیاورید. کشش شماره 5، حالت طفل. برای انجام این حالت شما زانو بزنید و روی پاشنه‌هایتان بنشینید. بازوها را به جلو دراز کنید. نفس عمیق بکشید و برای 30 ثانیه نگه دارید. این حالت ستون فقرات را طولانی و آرام می‌سازد. از این رو تشکر از دیدن ویدیو این 5 کشش ساده مگر مؤثر برای کمک به تسکین درد سیاتیک بود. ما امیدواریم که شما آنها را مفید یافته باشید. اگر شما انجام داده اید احساس راحتی کنید تا نظریات خود را در نظریات به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که برای محتوای بیشتر صحت و تندرستی لایک و سابسکرایب کنید.